سلام دوستای نازنینم، امیدوارم که حالا احوالتون عالی باشه. امشب با یه داستان جذاب و شنیدنی مهمون خونه هاتون شدم. لطفاً برای حمایت از کانال ما رو سابسکرایب کنین و با روشن کردن دکمه زنگوله از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. من بهاره هستم، 42 سالمه. من اهل ارومیه هستم. یه دختر 20 ساله دارم که اسمش هلیاست. من و دخترم مثل دوتا دوست هستیم. پایه همه کار بودیم. ما حتی جلوی چشم همدیگه شیطونی هم میکردیم و اصلا واسمون چیز عجیبی نبود. تو همه مسائل خیلی با هم راحت بودیم. شوهرم اسمش حبیبه. یه مرد تریاکی رفیق باز، اکثرا پای بساطه و همیشه با رفیقاش دنبال خوشگذرونی و کمتر با ما وقت میگذرونه. اگرم بیاد خونه میخواد بدخلقی کنه و به من و هلیا گیر بده. واسه همین از نبودن و دیر اومدنش خیلی هم خوشحال بودیم. حبیب فقط یه مغازه میوه فروشی داشت و فقط خرج خوردنمون رو میتونست بده. واسه همین منم توی آرشگاه نزدیک خونمون کار اپیلاسیون انجام میدادم و با درآوردن اون پول به قرفر خودم و دخترم میرسیدم. من و هلیا عاشق مسافرت رفتن بودیم و بعضی اوقات با این تورای داخلی 2-3 روزه میرفتیم شهرهای دیگه و تفریح میکردیم. اکثر مردم محلمون من و هلیا رو که میدیدن 1000 تا حرف پشتمون میزدن. آخه ما خیلی به سر و وضعمون میرسیدیم و تو چشم مردم بودیم. به خاطر رفتار راحت و مدل حرف زدنمون همه ما رو به یه چشم دیگه نگاه میکردن. اما برای ما مهم نبود. یه روز به هلیا پیشنهاد دادم که 2-3 روزی بریم سفر که حال و هوامون عوض شه. تو این تورهای مسافرتی گشتیم و تصمیم گرفتیم بریم شیراز. بلیط گرفتیم و وسایل رو جمع کردیم. حبیب از خدا خواسته بود که ما بریم که اونم خونه رو پاتوق کنه و با دوستاش بساط کنن. حبیب تریاکی بود اما خیلی به خودش میرسید و اصلا از سر و وضعش کسی نمیفهمید که اعتیاد داره. خلاصه با 1000 بار غر زدن چندرغازی خرج راهو بهمون داد و ما راهی شدیم. سوار هواپیما که شدیم 2 تا پسر که تقریبا 30 ساله بودن از حرفاشون فهمیدیم که اونا هم جز تور ما هستن و از حرفایی که میزدن ما کلی میخندیدیم چون خیلی شوخ طبع و بامزه بودن. خلاصه تو همون هواپیما با هم آشنا شدیم و سر شوخی باز شد و ما با هم کلی اوکی شده بودیم. وقتی رسیدیم ما رو به یه هتل خوب بردن و رفتیم کمی استراحت کردیم. قرار بود ساعت 12 ما رو ببرن بیرون که بگردونن. همزمان با اون 2 تا پسر که اسمشون مصطفی و شروین بود تو لابی هتل بودیم. با کلی شوخی خنده رفتیم تو اتوبوس و ما رو بردن جاهای دیدنی شیراز. معلوم بود که مصطفی و شروین 2 تا دوست قدیمی بودن و انگار که از ما خوششون اومده بود و میخواستم با هم راحت تر باشیم تا جایی که شوخی دستی هم میکردیم. 2 روز که گذشت اونا به همون پیشنهاد دادن که بریم خودمون بدون تور با هم بگردیم. ما هم که پایه بودیم و قرار شد که بریم. اون روز همه جا رفتیم، از رستوران گرفته و کافی شاپ و جاهای دیدنی. مصطفی بزرگتر بود و معلوم بود از من خوشش اومد و شروینم خیلی با هلیا احساس راحتی میکرد. حسابی با هم مچ شده بودیم. شب که شد مصطفی گفت پایه این بریم یه جایی بگیریم شب و با هم باشیم. تو هتل که نمیشه، میریم نوشیدنی میگیریم از یه جا شب و حسابی خوش میگذرونیم. ما هم قبول کردیم و رفتیم یه جایی رو پیدا کردیم و مصطفی و شروین هم حسابی خرید کردن. اون شب حسابی نوشیدنی خوردیم و از خود بی خود شده بودیم. مصطفی و شروین دیگه حد و مرزی نداشتن و دیگه خیلی با همون راحت رفتار میکردن. همونجا بود که هممون با هم خیلی شب خوبی بود و انقدر که خوش گذشته بود تصمیم گرفتیم بیشتر بمونیم و خوش بگذرونیم. دوباره اون شب هم برنامه همین بود و تا صبح ما مشغوله. دیگه پولامون داشت ته میکشید که گفتیم دیگه برگردیم و دوباره توی فرصت دیگه بازم همدیگه رو ببینیم. بلیط گرفتیم و برگشتیم. شماره های اونا رو گرفته بودیم که بازم با هم در ارتباط باشیم. پسرای جذاب و پولداری بودن و اونا هم شیفته اندام و زیبایی ما شده بودن و بدجور لای دندوناشون گیر کرده بودیم. وقتی رسیدیم خونه دیدیم حبیب خونه رو به گند کشیده و حسابی واسه خودش بزمی ترتیب داده بوده. واسه اونم بد نگذشته بود.
وقتی اومد خونه تازه بهمون میگفت خب بیشتر میموندین. بهش گفتم نه اینکه جیبمونو پر پول کرده بودی. گفت خب میگفتین واسهتون میریختم، این که مشکلی نبود. بهش گفتم ایشالا سری بعدی جبران کن. دوباره مشغول کارم شدم تا اینکه یه مقداری پول جمع کنم که بازم بتونیم بریم با اونا مسافرت. البته اونا هزینه ما هم میدادن، اما خب با جیب خالی عادت نداشتم قدم از قدم بردارم. شب که شد حبیب اومد و گفت یه مهمون از تهران داره و میخواد براش یه ویلا بگیره تا اینکه وقتی اومد راحت باشه. وقتی اومد منم میرم پیش اون میمونم. ما هم از خدا خواسته بهش گفتیم راحت باشه و هر کاری میخواد بکنه. 2-3 روز خونه نبود و من و هلیا هم همش شبا این کافه و اون کافه بودیم. یه روز واسه خرید خونه رفتیم فروشگاه. اونجا یه مرد تقریبا 50 ساله خیلی خوشتیپ داشت خرید میکرد. تا ما رو دید با چش و ابرو بهمون نخ میداد. وقتی رفتیم که وسیله هامون رو حساب کنیم، اونجا به فروشنده کارتشو داد و گفت این خانوما با منن، لطفاً حساب کنین. ما هم همدیگر رو نگاه کردیم و با لبخندی بهش گفتیم نه آخه واسه چی این کارو میکنید؟ بهمون گفت دلم خواست این 2 خانم زیبا رو مهمون کنم، مشکلی هست؟ خندیدیم و ازش تشکر کردیم و واسطادیم وسیله ها رو تو مشمع گذاشتیم. خرید خودشو که حساب کرد اومد سمتمون و ما بازم خیلی ازش تشکر کردیم و شرمنده شده بودیم. وقتی فهمید ما مادر و دختریم شاخاش در اومده بود و باور نمی کرد. یه کمی با هم حرف زدیم و گفت من اینجا یه ویلا دارم، اگه مایل باشید خیلی خوشحال میشم که مهمون من شید و مطمئن باشین که بهتون خیلی خوش میگذره. اتفاقا یکی از دوستامم باهامه که اونم خیلی باحال و خوش مشربه. ما هم بدمون نیومده بود و از اونجایی که حبیبم خونه نبود و آزاد بودیم قرار شد که شب مهمون اون آقا شیم. اسم اون آقا شاهرخ بود. رفتیم خونه و یه دوش گرفتیم و حسابی به خودمون رسیدیم. فکر میکردیم که حتما اگه با شاپور صمیم میشیم هوامونو داره و بهمون میرسه. آخه معلوم بود که خیلی پول داره و مرد لارجی به نظر میرسید. شب یه اسنپ گرفتیم و با لوکیشنی که برامون فرستاده بود رفتیم سمت ویلا. ویلای خیلی بزرگی بود و از اونجایی که ظواهر خیلی برای ما مهم بود دلمون رو حسابی صابون زده بودیم. منتظرمون بود و تا رسیدیم خودش اومد دم در و حسابی بهمون خوش آمد گفت. ما رو برد داخل و وقتی رفتیم تو ویلا نشستیم بهمون گفت دوستم رفته یه کمی گوشت بگیره، آخه میخوام امشب یه کباب مشتی بهتون بدم. بعدش هم برامون نوشیدنی آورد و ما لباسامون رو در آوردیم و نشستیم. مشغول خوردن نوشیدنی شدیم. هنوز به دومین پیک نرسیده بودیم که زنگ در به صدا در اومد و شاهرخ گفت بله رفیقم هم اومد. رفت در رو باز کرد. اومد تو صدای رفیقش می اومد که می گفت مهمونا اومدن شاهرخ. شاهرخ هم گفت بله نشستیم نوشیدنی می خوریم، تو هم بیا مشغول شو. صدایی که می اومد برامون آشنا بود اما چون دور بود متوجه نشده بودیم. یه لحظه هم من هم هلیا نگاهی به هم کردیم. ترسیدیم که نکنه یکی از آشناهامون باشه و ما رسوا شیم. وقتی در باز شد با اومدن حبیب به داخل ویلا من و هلیا از جامون پریدیم. وحشت کرده بودیم. واقعا حبیب بود. اون با دیدن ما وسیله ها از تو دستش افتاد زمین و با فریاد و فوش اومد سمت ما که شاهرخ رفت جلوشو بگیره و ازش میپرسید حبیب چی شده؟ چرا اینطوری میکنی؟ حبیب اونو هل داد و بهش گفت حساب تو باشه واسه بعد. من و هلیا مانتوهامونو گرفته بودیم و میخواستیم فرار کنیم. سمت در ورودی که رسیدیم یهو حبیب موهای منو گرفت تو مشتش و منو دور ویلا میچرخوند. هلیا رفته بود جلوی در و گریه میکرد و به باباش التماس میکرد که ولم کنه. به من مجال حرف زدن نمیداد و انقدر کتکم زده بود که فکر میکردم تمام استخونام شکستن. منو پرت کرد سمت در و میخواست بره سمت هلیا. به هلیا گفتم تو برو نگران من نباش. شاهرخ خیلی سعی داشت که حبیبو آروم کنه اما خون جلوی چشمای حبیبو گرفته بود و با هیچی آروم نمیشد. کلی بد و بیرا به شاهرخ گفت و شاهرخ میگفت به خدا من که نمیدونستم اینا خونواده تو هن. کلی التماسش میکرد که آروم باشه. من از درد به خودم میپیچیدم و هلیا هم رفته بود توی کوچه. حبیب نشسته بود روی پله ها و میزد توی سرش و از این که ما رو اونجا دیده بود داشت روانی میشد.
من از جام بلند شدم که برم بیرون. هلم داد توی حیاط و گفت دست دختر کثافتتو میگیری و از این شهر میری جایی که من هرگز دیگه نبینمتون. حیف که نمیخوام قاتل شم و به خاطر شما دوتا کثافت بیفتم گوشه هلفدونی. من سریع از اونجا دور شدم و هلیا سر کوچه واسطاده بود و گریه میکرد. سریع ماشین گرفتیم و رفتیم خونه و وسایلمون رو جمع کردیم. من خیلی داغون شده بودم. هلیا هرچی میگفت بریم دکتر من قبول نمیکردم و فقط میخواستم که از اونجا برم. به مصطفی زنگ زدم و گفتم که با شوهرم بحثم شده، میخوام بیام تهران. اگه شرایطشو داری و میتونی بیایم پیش شما. بهم گفت آره حتما بیا، خوشحال میشیم. اتوبوس گرفتیم و رفتیم سمت تهران. نزدیکای ظهر بود که رسیدیم. وقتی منو دیدن با تعجب گفتن چی شده؟ چرا صورتت داغون شده؟ بهشون گفتیم که حبیب شماره تو رو تو گوشیم دیده و منو زد و بیرونم کرد. ناراحت شد و ما رو برد خونه‌شون. وقتی رسیدیم دوش گرفتیم و کمی استراحت کردیم. حالم اصلا خوب نبود و مصطفی یه آمپول آرام بخش بهم زد تا حالم بهتر شه. چند روزی اونجا بودیم و اونجا هم همش با هم ارتباط داشتیم. اونا حسابی دلی از عزا در آورده بودن و هر کاری که دلشون میخواست براشون میکردیم. چون چاره‌ای نداشتیم وگرنه آواره میشدیم. تا جایی که دیگه کلافه شده بودیم و دیگه توانایی برآورده کردن خواسته هاشون رو نداشتیم. کم کم رفتارشون با همون سرد شده بود و انگار که دیگه تمایلی به موندن ما نداشتن. یه روز مصطفی بهم گفت که قرار مادرش بیاد اونجا و ما باید از اونجا بریم. معلوم بود که از ما سیر شدن و میخوان ما رو بیرون کنن. حتی ازشون پرسیدم وقتی رفتن میتونیم بیایم دوباره؟ بهم گفتن اصلا معلوم نیست کی بره. قشنگ معلوم بود که دارن ما رو دک میکنن. وسیله هامون رو جمع کردیم و اصلا نمیدونستیم که کجا باید بریم و آواره خیابونا شده بودیم. یه مقدار پولی که داشتیم باهاش کمی غذا خریدیم و مجبور شدیم چند تا تیکه طلاهامون رو بفروشیم که بتونیم به یه مسافرخونه بریم و چند روزی رو اونجا سر کنیم. مصطفی و شروین حتی دیگه جواب تلفن ما رو هم نمیدادن. از شهر خودمونم که دیگه قطع امید کرده بودیم. از اونجایی که من کسی رو نداشتم هیچ امیدی هم نبود. چند روز که گذشت رفتیم دم خونه مصطفی اینا تا اینکه ببینیم چه کار میکنن. وقتی رفتیم زنگ خونه‌شون رو زدیم یه خانومی جواب داد و گفتم که با مصطفی کار دارم. گفت شما؟ گفتم یکی از دوستاشون هستیم. در رو باز کرد و ما رفتیم بالا. یه دختر تقریبا 30 ساله که خیلی هم خوشگل بود در رو باز کرده بود و وایساده بود جلوی در. بهمون گفت با مصطفی چه کار دارید؟ گفتم من دوستشم. وقتی اینو بهش گفتم چشاش گرد شده بود و گفت یعنی چی دوستشم؟ من نامزد مصطفی هستم. چند ماهی پیش خواهرم بودم و ایران نبودم. چند روزه اومدم. با شنیدن اینکه نامزدشم همونجا تو دلم کلی به مصطفی فوش و بد و بیرا دادم. کثافت کل این مدت رو بهمون دروغ گفته بود که مجرده. منم همه چی رو واسه نامزدش تعریف کردم. باورش نمیشد. حتی عکسامون رو بهش نشون دادم که به هم چسبیده بودیم و عکس انداخته بودیم. بهش گفتم که اصلا نمیدونستم که زن داره. در و بست و رفت. حتما رابطهشون خراب میشد. اصلا برام مهم نبود چون اون از ما سوء استفاده کرده بود و بعدم ما رو ول کرده بود. منم انتقاممون رو ازش گرفتم. اما حالا معلوم نبود که سرنوشت ما چی میشه. تا اینکه تصمیم گرفتیم دنبال کار بگردیم و یه جا مشغول شیم. به همه جا سر میزدیم و شرایطمون رو گفتیم. شمارمون رو میگرفتن که به همون خبر بدن. دیگه کم کم داشت پولمون تموم میشد. تا اینکه یکی از اونا با همون تماس گرفت که میخواد ما رو ببینه و یه پیشنهاد خیلی خوبی برامون داره. ما هم با ذوق رفتیم سمت آدرس. تا اینکه وقتی صحبت کردیم پیشنهاد اون آقا ما رو وسوسه کرد و قرار شد که ما پیش یه پیرمرد 60 ساله پولدار تهرانی که تنهاست بمونیم و کاراشو انجام بدیم. من میگفت که میتونیم همونجا زندگی کنیم. تازه داستان از اینجا شروع شد که بعد از پیدا کردن کار تو خونه اون پیرمرد 60 ساله من و هلیا حسابی ذوق کرده بودیم و قرار بود که بریم اون آقا که اسمش محمود بود ما رو ببینه و اگه قبول کرد ما اونجا مشغول کار شیم.
رفتیم سمت آدرس. بالای شهر بود و با دیدن اون خونه ها و اون منطقه ذوق‌مرگ شده بودیم و به هلیا گفتم درسته که برای کار اومدیم این منطقه، اما بازم خیلی خوشحالم. یه در بزرگ با دیوارهای خیلی بلند. زنگ زدیم به شماره محمود خان و در رو باز کرد. وقتی حیاط رو دیدیم نگاهمون خیره شده بود و حتی کلفتی هم تو همچین جایی مثل پادشاهی بود. رفتیم بالا و یه خانم تقریباً 40 ساله اومد دم در و به همون خوش آمد گفت. نگاهی به سر و وضعمون انداخت و معلوم بود که تو دلش میگه اینا با این سر و وضع اومدن که کار کنن. نشستیم و اون خانم خودشو معرفی کرد. خواهرزاده آقا محمود بود که مشاور و وردستش هم بود و تو کارا از اون همکاری میگرفت. چند دقیقه بعد محمود خان اومد. مرد قد بلند و کمی چاق بود و معلوم بود که از خانواده اصیل و درست حسابی بوده. از سر وضعش معلوم بود که تازه به پول نرسیده و ریشه داره. سلام کردیم و تعارفمون کرد که بشینیم. نگاهی به سر تا پای ما انداخت و به خواهرزادش گفت که یه نوشیدنی برامون بیاره. اونم رفت. بهمون گفت شما هر دوتا میایین سر کار؟ گفتیم بله، ما مادر و دختر هستیم. اومدیم تهران دنبال کار. با گفتن اینکه مادر و دختر هستیم چشماش گرد شده بود و گفت شماها مگه چند سال با هم فاصله سنی دارید؟ گفتیم 22 سال. زد به دسته مبل و گفت ماشاءالله خیلی خوب موندی. تشکر کردیم و رفتیم سر اصل مطلب. گفت طبقه پایین یه اتاق خالی هست. میتونی شبا اونجا بخوابین. کل روزو به کارهای خونه و من میرسید و میخوام همه چی رو نظم باشه و من هفته یک بار با دوستا و همکارام جمع میشم و بازی میکنیم. میخوام همه چی به بهترین شکل انجام شه. اگه ازتون راضی باشم حقوق خوبی بهتون میدم. تشکر کردیم و قرار شد از همون روز اونجا شروع به کار کنیم. ازم شناسنامه خواست اما با دیدن اسم حبیب فهمید شوهر دارم. بهم گفت اگه شوهر داری من نمیتونم قبول کنم. باید اجازه شوهرتو به صورت کتبی برام بیاری وگرنه من حوصله دردسر رو ندارم. بهش گفتم شوهر من یه معتاد کارتون خواب بوده. ما رو رها کرده و رفته. اصلا ازش هیچ خبری نداریم. دلش برامون سوخت و گفت خیلی خوب، حالا که اینطوره موردی نداره، میتونین کارتون رو شروع کنی. ما از ذوق دور خونه میگشتیم و همه چی رو نگاه میکردیم. خواهرزاده محمود خان همه چی رو بهمون توضیح داد و گفت که دیگه باید بره. ما هم از همون روز میخواستیم یه کاری کنیم که محمود خان ازمون خوشش بیاد. من حسابی خونه رو برق انداختم و هلیا هم واسه شام یه لازانیای کم روغن و خوشمزه با سالاد فصل حاضر کرد و یه سوپ هم کنارش درست کرده بود. میز شامو چیدیم و محمود خان که برگشت باورش نمیشد که این همه کارو تو اون چند ساعت انجام دادیم. حسابی ازمون تعریف میکرد و وقتی غذاها رو چشید باورش نمیشد که هلیا همچین دستپختی داشته باشه. خیلی با همون شوخی میکرد و با همون راحت بود. چون ما هم آدمای راحتی بودیم اونم مثل خودمون رفتار میکرد. به همون گفت لطفاً از لباسهای اندامی و جذب و بروز استفاده کنین. نمیخوام مثل خدمتکارا به نظر برسید. ما هم از خدا خواسته حسابی به خودمون میرسیدیم و آخر هفته قرار بود که دوستای محمود خان بیان اونجا. حسابی سنگ تموم گذاشتیم و همه چی خیلی عالی بود. مهمونای محمود خان همه از کله گنده های شهر بودن و من و هلیو هم که حسابی تو چشم همشون بودیم. مهمونا تو هر سنی بودن، از 30 تا 60-70 سال. وقتی بهشون میوه و شیرینی تعارف میکردیم با نگاه سنگینشون انگار چشمشون دست از کاسه در میومد. ما هم حسابی واسه شون دلبری میکردیم. محمود خان هم خیلی از ما خوشش می اومد و چشمش ما رو گرفته بود، اما به خاطر اسم و رسمش می ترسید که به خاطر یه اشتباه آبروش بره واسه همیشه. واسه همین خیلی حواس جمع بود. شب و وقتی می خوابیدیم من متوجه شده بودم که می اومد پایین و ما رو یواشکی دید می زد، اما من به روی خودم نمی آوردم و می ذاشتم که لذت ببره. تا جایی که بعضی اوقات وقتی با خودش داشت می دیدمش و سری در اتاق می بستم و می رفتم. وقتی دوستاش می اومدن معلوم بود که با هم راجع به ما پچ پچ می کردن و همش واسه آوردن آب میوه و به بهونه‌های مختلف ازمون می خواستن که بریم پیششون و سر شوخی رو با ما باز می کردن. تا اینکه یکی از اون مردا که تقریبا 50 ساله بود روی دستمال چیزی نوشته بود و گذاشت توی سینی.
اونو برداشتم و خوندم. نوشته بود که این شمارمه، میخوام بهم زنگ بزنی، پشیمون نمیشی. دستمالو گذاشتم یه جایی و رفتم به کارام برسم. وسوسه شده بودم و میدونستم که اونا پول خوبی میدن و دنبال دردسرم نیستن. تصمیم گرفتم که شب به اون شماره زنگ بزنم. جواب داد و فهمید که منم. حالا احوال کرد و گفت من واقعا وقتی تو رو میبینم هوش از سرم میره. لطفاً یه برنامه بچین ببینمت. گفتم اگه وقت کنم حتما چشم میام. بهم پیشنهاد خوبی داده بود و ازم خواسته بود حتی برای کار به ویلای اون برم. اما اینجا جام خوب بود و محمود خان حسابی بهمون میرسید. تصمیم نداشتم از اونجا برم. یه روز محمود خان بهم گفت که یه پیشنهادی برات دارم و بدون اینکه عصبانی بشی قبول کن. بهش گفتم بگید لطفاً. گفت من دختر تو صیغه میکنم و همه جوره بهتون میرسم. من ازش خوشم میاد و دلم میخواد با من باشه. با شنیدن این حرف عصبانی شدم و گفتم متوجه هستید چی میگین؟ اون 40 سال از شما کوچیک‌تره. گفت خب باشه. بده آینده درخشان داشته باشه. با حرفاش فکرم مشغول شده بود و با هلیا صحبت کردم. انگار اصلا بعدش نیومده بود و گفت مامان من از خدامه، کجا همچین زندگی نصیبمون میشه. تازه تو هم پیشمی و واسه خودت کیف میکنی. با حرفاش حسابی خرم کرد و به محمود خان گفتم باشه قبوله. اونم خوشحال شد و قرار شد که یه واحد آپارتمان هم به هلیا بده و با هم صیغه‌شن. شرطش این بود که اصلا کسی نباید بفهمه. اونو وقتی با هم صیغه کردن دیگه از اون به بعد هلیا تو اتاق اون میخوابید. از فردا اخلاق محمود خان خیلی خوب شده بود و هر کاری برامون میکرد و واقعا چیزی کم نمیذاشت. خواهرزاده محمود خان انگار که از رفتارهای ما به چیزی شک کرده بود و میخواست سر از کارمون دراره. خیلی از قبل بیشتر میومد اونجا. خیلی زن زرنگی بود و همه حواسشو داده بود به ما تا سر از کارمون دراره. کم کم محمود خان به هلیا قانع نبود و از منم خواسته هایی داشت. من هم به خاطر اینکه ما رو بیرون نکنه و آواره نشیم تن به خواسته هاش میدادم. من و هلیا با اینکه از اون خوشمون نمی اومد اما تظاهر میکردیم که کنارش خوشحالیم و راضی هستیم. اون مردی که بهمون تو مهمونی شماره داده بود بهم پیام میداد که برم پیشش، اما اگه محمود خان میفهمید خیلی عصبانی میشد. مطمئن بودم ما رو از اونجا بیرون میکنه. تا اینکه یه روز محمود خان بهم گفت که میخواد با همون حرف بزنه. رفتیم توی اتاقش. بهمون گفت من قصدم کمک به شما هست. میخوام یه پیشنهاد بهتری بهتون بدم که پول خوبی به جیب میزنید. بهمون گفت که میخوام با یکی رابطه برقرار کنید و یه مدرک علیهش بهم بدین. مثلا فیلمی، عکسی، چیزی. اولش ترسیدیم و قبول نکردیم. اما با پیشنهادی که بهمون داد وسوسه شدیم و گفتم که امشب و با هم مشورت کنیم بعد بهتون خبر میدیم. قرار شد که علاوه بر خونه‌ای که به هلیا داده برامون تو گرجستان کار جور کنه و برامون یه خونه بخره و ما بعد از انجام دادن کارمون از اینجا بریم و اونجا زندگی کنیم. خیلی تو فکر فرو رفته بودیم و هلیا میگفت مامان این بهترین فرصته که بار خودمون رو ببندیم و از ایران بریم. منم واقعا وسوسه شده بودم و قرار شد که پیشنهادش رو قبول کنیم. وقتی به محمود خان گفتم خوشحال شد و بهمون گفت شریکم آقای رضوی رو میگم. همون مردی رو میگفت که به من شماره داده بود. میخواست که اونو از راه به در کنیم. نمیدونست که اون خودش قبلا بهم پیشنهاد داده. بهش گفتم که اون یه بار ازم خواسته که باهاش باشم اما من قبول نکردم. بهمون گفت حالا این بهترین فرصته که کارشو یه سره کنین. به اون مرد زنگ زدم و قرار شد که ببینمش. با هم توی ویلا خارج از شهر قرار گذاشت. رفتم اونجا و وقتی منو دید آب از لب و لوشش سرازیر شده بود. منو برد داخل. وقتی رفته بود برام نوشیدنی بیاره موبایلم و یه جا بغل پنجره که به نشیمن مشرف بود جاساز کردم. روی حالت فیلم برداری گذاشتم و خیلی زود برگشتم نشستم رو مبل. بعد خوردن نوشیدنی بهم نزدیک شد و بعدش همونجا اون کارش که تموم شد یه مبلغی بهم نقدن داد و من وقتی که حواسش نبود گوشیمو برداشتم و از اونجا رفتم. وقتی رسیدم خونه محمود خان یه نفس راحتی کشیدم. واقعا قلبم داشت میومد تو دهنم. از قیافه و رنگ پریدم
فکر کرده بود که لو رفتم، اما یهو گوشی رو دادم بهش و گفتم کارو تموم کردم. حالا شما هم باید به قولتون عمل کنید. رفت تو اتاق فیلم رو نگاه کرد. وقتی اومد بیرون بهم گفت همه کاراتو اوکی میکنم که بتونی بری خارج از کشور و با هلیای زندگی خوب رو درست کنین. بهش گفتم منم توی اون فیلم هستم. اون چی میشه؟ گفت نگران نباش. کامل صورتتو محو میکنیم و هیچ اتفاقی واسط نمیفته. تازه قرار نیست این فیلم پخش شه، فقط قراره که باهاش تهدیدش کنیم. خیالم راحت شده بود. قرار شد که تا آخر ماه محمود خان ما رو بفرسته گرجستان. خونه‌ای که اینجا به هلیا داده بود و فروختیم و پول خوبی دستمون اومده بود. محمود خان یه خونه هم توی گرجستان واسمون گرفت و قرار شده بود که توی رستوران بهمون کار بدن. از اونجایی که هلیا دستپخت خیلی خوبی داشت، قرار شده بود یه دوره آشپزی حرفه‌ای هم ببینه و به سفارش محمود خان اونجا مشغول کار شه. آخر همون ماه ما پرواز داشتیم و همه کارهای رفتن و اونجامونو ردیف کرده بود، چون اون آدم مهمی بود و خیلی حرفش برش داشت. به هلیا گفت تو هنوز زن منی، هر وقت چیزی احتیاج داشتی به خودم بگو. با این کارتون من یه رقیب خطرناک و از سر راه هم میزنم کنار. خلاصه من و هلیا رفتیم گرجستان و یه خونه نقلی خیلی خوشگل برامون خریده بود. باورمون نمیشد که با این کار زندگیمون رو عوض کردیم. الان ما تو رستوران مشغول کار هستیم. تصمیم گرفته بودیم که اون شیطنت هامونو بذاریم کنار و یه زندگی بی سر و صدا داشته باشیم و دنبال حاشیه و دردسر نباشیم. از حبیب هم اصلا خبری نداشتیم و اونم دیگه هرگز سراغی از ما نگرفته بود. ما فعلا که از زندگیمون راضی هستیم و نمیدونیم که در آینده برامون چی پیش بیاد. این داستان زندگی ما بود. اما امیدوارم که تقاص اون کارهایی که کردیم و در آینده پس ندیم و حالا که میخوایم درست زندگی کنیم همه چی بر وفق مرادمون پیش بره. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین و نظرات خودتون رو برامون کامنت کنید و با سابسکرایب و روشن کردن دکمه زنگوله از ویدیوهای بعدی ما مطلع شین.